سلام علیکم. در این ویدیو صحبت میکنیم در مورد استخوان اسکاپیولا. شما استخوان اسکاپیولار از منظره خلفی پوستری ویو تماشا میکنیم و هم است استخوان اسکاپیولای راست. در این قسمت شما یک زاویه میبینید. این قسمت به نام inferior angle یاد میکنه. inferior angle. این قسمت یک زاویه دیگه ایجاد میشه. این زاویه به نام superior angle یاد میکنه. superior angle. در این قسمت استخوان اکرومیون یک زاویه دیگه ایجاد میشه. این زاویه به نام acromial angle یاد میکنه. acromial angle. این قسمت به نام infraspinous fossa یاد میکنه. infraspinous fossa. این قسمت به نام supraspinous fossa یاد میکنه. supraspinous fossa. این قسمت به نام spine of scapula یاد میکنه. spine of scapula. این قسمت به نام lateral border میگه. lateral border. این قسمت به نام medial border. medial border. و این قسمت رو ببینید. این قسمت به نام superior border یاد میکنه. superior border. اگر استخوان اسکاپولار ما دور بدیم در اینجا ما شما نمای anterior view داریم. نما قدامه. در این قسمت که یک فورفتگی وجود داره. این فورفتگی به نام suprascapular notch یاد میکنه. suprascapular notch. این قسمت به نام subscapular fossa یاد میکنه. subscapular fossa. این قسمت به نام subscapular fossa. ما گفتیم این قسمت میشه lateral border. این قسمت میشه medial border. در این جگاه شما یک استخوان دیگه میبینید به نام cricoid process. cricoid process. در اینجا شما neck of scapula میبینید. neck of scapula. این قسمت. در اینجا ما شما داریم glenoid cavity. glenoid cavity که سر استخوان هیومرس به اینجا قرار میگیره. در پایین glenoid cavity یک استخوان وجود داره، یک برآمدگی به نام infraglenoid tubercle. infraglenoid tubercle. در بالا سر از او هم یک برآمدگی دیگه وجود داره. این قسمت به نام supraglenoid tubercle. supraglenoid tubercle.